واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی و ارجمند بینندگانی و شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی خدمت شما در مورد خشوع و خضوع در نماز صحبت کردم و مقدماتی در این مورد خدمت شما در قسمت گذشته عرض کردم و درس ما هم در این قسمت 41 این برنامه ادامه همو مطلب است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی از هر آنچه که منافی خشوع و خضوع است، هر آن چیزی که انسان را از خشوع و خضوع و حالت انکساری و حالت تضرع و عاجزی میکشد، از او چیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما مسلمان ها را نهی کرده و منع کرده. از جمله آن چیزها التفات در نماز است، یعنی این طرف و آن طرف نظر کردن در نماز است. انسان وقتی که در نماز استاد می شود چشمش باید جای قبله خود را ببیند و متوجه چیزی دیگری نباشد، فقط و فقط متوجه نماز خود بوده باشد. و التفات یعنی نگاه کردن طرف راست یا چپ و یا نگاه کردن طرف بالا و یا نگاه کردن و کسی که از پیش روی از او تیر میشه، از بغل از او تیر میشه، از پهلوی از او تیر میشه و خود را متوجه از او کردن یا امری پیش می شود خود را متوجه از او کردن، این را التفات گفته می شود و التفات در نماز منع است. این مطلب را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی ما بیان کردن. از جمله حدیثی است که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الالتفات فی الصلاة. من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد التفات پرسیدم که التفات یعنی متوجه شدن در نماز به طرف دیگری چه حکم دارد؟ فرمودند که هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد، و یک نوع اختلاس است، دزدی است که شیطان از انسان مسلمان از نماز انسان می دزدد. این حدیث را امام بخاری روایت کرده و امام ترمذی هم از انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ایاک والالتفات فی الصلاة، ای انس تو در نماز وقتی که استاد میشی از التفات خود را باز دار، در نماز وقتی استاد میشی متوجه چیزی دیگری نباش. فانه هلکه، چون التفات در نماز هلاکت است، چون التفات متوجه چیزی شدن در نماز انسان را به هلاکت میکشاند، چون نماز انسان را ناقص میکند و سبب میشود که انسان هلاک شود. فإن کان لابد ففی التطوع، اگر تو ضرورتی پیدا کردی که در نماز التفات کنی پس میتونی که در نماز تطوع نفلی این کار را بکنی، اما در نماز فرضی مجال نیست که انسان خود را متوجه چیزی دیگه بکند و التفات را انجام بدهد. و این حدیث دلالت میکند بر اینکه متوجه شدن چیزی دیگری در نماز به طرف راست یا چپ یا به طرف چیزی دیگری در نماز درست نیست و ناجایز است و مکروه است. جمهور علما حمل امر را به کراهت کردن و مکروه است در نماز فرضی، اما در نماز نفلی در صورت ضرورت، در صورت حاجت جواز دارد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند فإن کان لابد ففی التطوع، یعنی به این معنی که اگر ضرورتی در نماز نفلی پیش شد اشکال ندارد که انسان خود را متوجه یک طرف دیگه بکند.
طرف از او بنگرد، اما در نماز فرضی مجال ندارد، در نماز فرضی مکروه است. این در صورتی است که انسان یعنی به قدری التفات کند که روی از او از قبله او طرف نشود. اما اگر التفات یا متوجه شدن به طرف چیزی دیگری در نماز به صورتی باشد که انسان رویش از قبله دور شود یا سینهش از قبله دور شود، در این صورت حرام است، ناجایز است، چون استدبار از قبله میه، چون روی گرداندن از قبله میه و اتجاه قبله در نماز شرط است و این شرط از بین میره، لذا در اون صورت حرام و ناجایز است، نمازش درست نمیشه. اما در صورتی به قدری بوده باشد که از قبله رویش یا سینهش او طرف نشود، دور نشود، در اون صورت در نمازهای فرضی مکروه است، اما در نمازهای نفلی در حالت ضرورت اشکال ندارد. و علتی از این التفات هم علما ذکر کردن که وقتی که انسان در نماز خود التفات متوجه چیز دیگه می شود، در خشوع و خضوع از اون نقصان می آید. به خاطر نقصان آمدن در خشوع و خضوع، کمی آمدن در خشوع و خضوع مکروه قرار داده شده. و همچنین به خاطر از اینکه یک قسمتی از بدنی از او، یک جزئی از بدنی از او از قبله او طرف می شود. مثلا وقتی که خود را متوجه طرف راست میکند، چشمای از او یا کمکی از قسمتی از روی از او از قبله برمیگردد. و همچنین طرف چپ خود یا اینکه قسمتی از سینه از او از قبله برمیگردد. لذا این امر در نماز مکروه است. و همچنین وقتی که انسان در نماز ایستاد می شود، متوجه الله متعال می باشد. الله متعال وقتی که از التفات کرد، الله متعال توجه خود را از او انسان دور می کند. چون در حدیثی است که امام احمد و ابن ماجه از صحابی جلیل القدر ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یزال الله مقبلا علی العبد فی صلاته ما لم یلتفت. همیشه الله متعال رو می آرد به طرف بنده خود در نماز تا وقتی که او التفات را انجام ندهد، تا وقتی که او متوجه چیزی دیگر نشود، روی خود را نگرداند. فاذا صرف وجهه انصرف، وقتی که او روی خود را گشتاند، متوجه چیزی دیگری شد و طرف چیزی دیگری نظر کرد و از قبله روی خود را طرف دیگری گشتاند، در او صورت الله متعال هم از بنده خود روی میگرداند، به این معنا که رحمت خود را از بنده خود دور میکند. و همچنین از جمله اموری که انسان را از خشوع باز می‌دارد و سبب می‌شود که انسان در نماز خود خشوع و خضوع را مراعات نکند، این است که انسان چشمهای خود را به طرف آسمان بالا کند. و این مطلب را هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کردند. در حدیثی از جمله حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حدیث جابر بن سمره که امام مسلم را روایت می‌کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم. یک اقوامی که مردمانی که روحای خود را، چشمهای خود را در وقت نماز به طرف آسمان بالا میکنند، این مردم باید باز بیایند، باید این کار را نکنند. او لا ترجع الیهم، یا اینکه چشمهایشان دوباره به طرف از اونها گشتانده نمیشود، یعنی الله تعالی چشمان ایشان را میگیرد و ایشان را کور و نابینا میسازد. و این وعید شدید هم دلالت به این میکند که این امر ناجایز است و این امر سبب میشود که انسان از حالت خشوع و خضوع در نماز برآید. و همچنین ابن ماجه و ابن حبان رحمت الله علیهما از صحابی جلیل القدر ابن عمر عبدالله ابن عمر روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا ترفعوا ابصارکم الی السماء، شما در وقت نماز چشمهای خود را به طرف آسمان بالا نکنید. و این امر، این وعید شدید، همچنانی که امام نووی در سیر اعلام در شرح مسلم و دیگر علما میفرمایند که این وعید دلالت میکند بر تحریم، به این معنی که کردن این کار در داخل نماز حرام و ناجایز است. اما این که سبب بطلان نماز میگردد، جمهور علما رأیشان این است که سبب بطلان نماز نمیگردد. اگر کسی چشمای خود را به طرف آسمان در وقت نماز بالا کرد، نمازش صحیح است، نمازش باطل نمیشه، اما این کار خودش محرم و ناجایز است، چون در این منافی خشوع هست. این کار با انجام دادن این کار انسان از حالت خشوع و خضوع میبراید و همچنین با انجام دادن این کار انسان روی خود را از قبله میگرداند، چون به طرف آسمان وقتی سل کرد از قبله رویش طرفی بالا میرود. اما انجام دادن این کار در غیر از نماز در وقت دعا اشکالی ندارد. وارد است که در وقت دعا
انسان چشم خود را یا سر خود را طرف آسمان نگاه کند و دستهای خود را بالا کند، دعا کند. اما در داخل نماز حرام و ناجایز است و از این منع شده، به خاطر از اینکه انسان را از حالت خشوع و خضوع میگرداند و سلب میکند خشوع و خضوع را از انسان نمازگزار. و همچنین از جمله اموری که منع شده به خاطر از اینکه انسان را از خشوع باز می‌دارد این است که انسان در وقتی که طعام حاضر می باشد باید نماز نخواند و همچنین در وقتی که پیشابی از او را به تکلیف کرده می باشد باید نماز نخواند. چون در وقتی که انسان گرسنه باشد و طعام حاضر بوده باشد، وقتی که در نماز افتاد می شود قلبی از او به طرف متوجه طعام است و از حالت خشوع و خضوع می برآید. و همچنین وقتی که پیشابی از او را به تکلیف کرده می باشد در نماز وقتی که ایستاد می شود و متوجه از حالت خشوع و خضوع انسان میبرد. لذا از این دو چیز هم در احادیث متعدد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند. در وقتی که طعام حاضر باشد با انسان در نماز ایستاد نشود و همچنین وقتی که انسان پیشابی از او، پیشاب خردی از او یا کلان از او را به تکلیف کرده می باشد باید اول رفته خود را از او خلاص کند و وضو کرده در نماز خود بعد از او ایستاد شود. این مطلب را امام مسلم از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو یدافع الاخبثین. در وقتی که طعام حاضر بوده باشد در این صورت نماز کامل نیست، نماز نیست. مراد از نفی در اینجا علما میگن که نفی کمال است، نفی صحت نیست. به این معنا نیست نماز صحیح نمیشه که این شخص نماز بخوان نماز صحیح است لیکن نمازش کامل نیست، نمازش ناقص است چون در اینجا خشوع و خضوع از بین رفته. و همچنین در وقتی که پیشاب خردی از او یا پیشاب کلانی از او را به تکلیف کرده می باشد، مدافعه یعنی ممانعه، و پیشابش میخواد که برای او را ممانعه میکنه، به این معنا که او از در این صورت وقتی که در نماز ایستاد می شود این شخص نمیتواند که خشوع و خضوع را مراعات کند. لذا در دو حالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نماز خواندن منع کردند و این نهی در نزد جمهور علما نهی بر کراهیت است، یعنی مکروه است که در وقتی که طعام حاضر باشد انسان خسته نماز بخواند و همچنین مکروه است وقتی که انسان پیشاب داشته باشد و نماز ایستاد شود. و مراد از عدم صحت در اینجا هم عدم کمال است، یعنی نمازش کامل نیست اما صحیح وقتی که خواند صحیح است. و این در صورت است که ترسی بر آمدن وقت نباشد. وقتی که انسان در حالت آخری وقت قرار میگیرد و در او وقت اگر مشغول خوردن نان شود نماز وقتش خلاص میشه، در او صورت نباید نماز بخواند بعد از نان بخورد. و همچنین وقتی که در آخری وقت است و اگر این شخص مشغول به وضو شود، به خالی کردن خود شود، در این صورت وقت خارج می شود، میشه که او اگر پیشابش از او را به تکلیف کرده باشد باز هم نماز خود را انجام بدهد تا که وقت خلاص نشود. اما در وقتی که زیاد بوده باشد، اولی وقت باشد، وسط وقت باشد، در اون صورت باید اول خوردن طعام را مقدم کند و همچنین باید اول خود را خالی کرده وضو کند و بعد از او در نماز ایستاد شود. و همچنین این در صورت است که قبل از اینکه انسان در نماز داخل می شود به او همین حالت پیش شود، طعامی حاضر شود یا اینکه پیشابش او را به تکلیف کند. اما در اثنای نماز اگر طعام پیش شد در او صورت حق ندارد که از نماز خود را خارج کند و به خوردن طعام شروع کند. و همچنین در حالت نماز اگر به او پیشاب پیش شد، اگر به قدری بوده باشد که تحمل کرده می باشد، با در او صورت نماز خود را تکمیل میکند. اما اگر تحمل اگر بیرون بوده باشد، با در او صورت هم او میتواند که از نماز بیرون شود و دوباره وضو کرده در نماز داخل شود. و این حدیث هم دلالت میکند به عظمت شأن نماز که نماز در نزد الله متعال چه عظمتی دارد و خشوع و خضوع چه جایگاهی در نماز دارد که هر آنچه که انسان را از خشوع و خضوع برمیگرداند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از کردن او چیز منع کرده، تا که انسان در نماز وقتی داخل می باشد تمام از چیزهای خارجی خود را، ذهن خود را خالی کند و با کمال اطمینان و با کمال راحت قلب در نماز داخل شود و با حالت خشوع و خضوع نماز خود را انجام بدهد.
و همچنین این حدیث دلالت به این میکنه که اسلام یعنی چقدر مراعات کرده حالت صحت انسان را که انسان را منع میکنه از اینکه نماز بخواند در حالتی که پیشابش او را به تکلیف میکند، چون این سبب میشه به اینکه امراضی بر از او پیش شود و همچنین سبب میشه به اینکه در نماز از او یک نوع بی‌توجهی پیش شود و نماز را به حالت غیر خشوع و خضوع انجام بدهد. لذا از این چیزا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردن و ان شاء الله بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره خدمت شما با ادامه این مطلب در روشنایی رسول اکرم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه یکی از شما به برادرش گفت جزاک الله خیرا، یعنی الله تو را پاداش نیک دهد، بهترین ستایش را از وی نموده است. العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. در قسمت اول گفتیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر آنچه که انسان را از حالت خشوع و خضوع دور میکند در نماز، از او چیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردن. از جمله گفتیم که التفات در نماز است و از جمله هم نماز خواندن در حالت حضور طعام، وقتی که طعام حاضر می شود و نفس انسان به طرف از او شوق پیدا میکند، در او صورت باید در نماز ایستاد نشود تا که در خشوع و خضوع از او خلل پیدا نشود. و این مطلب را گفتیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی به ما بیان کردند. از جمله اون احادیث حدیث دیگری هم است که حدیث متفق علیه است. امام بخاری و امام مسلم را روایت میکند از صحابی جلیل القدر انس بن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. وقتی که عشاء، نان شام یا نان شب پیش می شود، شما اول شروع به خوردن از او کنین قبل از اینکه نماز مغرب را به نماز مغرب شروع کنین، قبل از اینکه نماز مغرب را بخوانید. اگر نماز شام شما پیش از مغرب برای شما پیش می شود، نان شام شما، نان شب شما قبل از نماز مغرب به شما پیش می شود، شما باید اول نان شب خود را بخورید و بعد از او به خواندن نماز مغرب شروع کنید. و در روایت دیگری آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. وقتی که نان شب یا نان شام پیش می شود و در عین وقت نماز خفتن هم هست، وقت نماز عشاء هم هست، در او صورت شما اول نان شب خود را نوش جان کنید و بعد از او شروع به نماز خفتن بکنید. و حدیث دیگری هم از ام المؤمنین
عایشه صدیقه روایت شده، امام مسلم رو روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وقتی که نان شب گذاشته شود و در عین وقت نماز عشا هم اقامت گفته شود، در او صورت شما اول نان خود را بخورید، نان خود را نوش جان کنید، نان شب خود را، و بعد از او نماز خفتن خود را بخوانید. و همچنین امام بخاری رحمت الله علیه از نافع مولای ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند که ابن عمر در هنگام نماز، ابن عمر رضی الله عنه وقتی که نان شبشان جلوشان گذاشته میشد و در عین وقت نماز اقامت گفته میشد، میگه که فلا یاتیها حتی یفرغ، بر نماز نمی رفتند تا که از نان خود را فارغ میکردند، شکم خود را سیر میکردند. و انه لیسمع قراءة الامام، در حالی که ایشان قرائت امام را هم میشنیدند، و در حالی که قرائت امام را میشنیدند باز هم تا که شکم خود را سیر نمیکردند به طرف نماز نمی رفتند تا که در نماز داخل نشوند، مگر اینکه راحت البال مطمئن بوده باشند و در خشوع و خضوع ایشان هیچ خللی وارد نشود. و این حدیث جمهور علما رأیشان این است که دلالت بر استحباب میکند، یعنی مستحب است که انسان نان را قبل از نماز بخورد، اما اگر کسی که نماز را مقدم کرد اشکالی ندارد، و خاصتا در صورتی که انسان زیاد گرسنه نباشد در اون صورت اشکالی ندارد. و همچنین حدیث در وقتی است که انسان ترسی از این نداشته باشد که وقت خارج می شود، اما اگر مثلا نماز مغرب آخری وقتش بوده باشد یا نماز خفتن آخری وقتش بوده باشد و اگر ترسی از این باشد که خود را مشغول به خوردن نان کنن، نماز وقتش خلاص میشه، در اون صورت باید اول نماز بخواند و بعد از او نان را بخورد. و این سبب این هم حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که باید اول انسان نان را بخورد، نان شب خود را بخورد و بعد از در نماز مغرب یا در نماز عشا شروع کند. سببشان هم همین است که انسان وقتی که در نماز استاد می شود باید گفتیم که به حالت استاد شود که در قلب از او از امور دنیوی هیچ چیز نبوده باشد، قلب از او، دل از او مشتاق به طرف نانی باید نبوده باشد، چون وقتی که در نماز استاد شد و دل از او، قلب از او متوجه طعامی بود که در اونجا حاضر شده، در اون صورت خشوع و خضوعی که مطلوب است در نماز حاصل نمی شود. لذا از این قسم نماز خواندن رسول اکرم صلی الله علیه و منع کردن و گفتن که اول باید نان بخورد و خود را مطمئن بسازد و بعد از او با راحت قلب و با حالت اطمینانی در نماز داخل شود تا که امو خشوع و خضوعی که مطلوب است بر از او حاصل شود. و همچنین ابن ماجه ابن ابی شیبه رحمت الله علیه روایت میکند که حضرت ابو هریره و حضرت عبدالله ابن عباس نانی میخوردند، کانا یاکلان الطعام و فی التنور شوا، نانی میخوردند و در تندور مرغ بود یا گوشت بود که بریان میشد. فاراد المؤذن ان یقیم الصلاة، مؤذن خواست که نماز را اقامت بگوید، فقال له ابن عباس لا تعجل ولا تقم وفي انفسنا ولا نقوم وفي انفسنا منه شيء، تا عجله نکن در اقامت نماز باش که تا که ما نان خود را خلاص کنیم و ما برای نماز استاد نمیشویم در حالتی که در دل ما میلان به طرف نان بوده باشد. وقتی در نماز استاد میشیم که ما نفس خود را سیر کنیم و در دل ما به طرف نان میلانی نبوده باشد تا که سبب از این نشود که خشوع و خضوع ما خلل واقع شود. و همچنین از جمله اموری که در نماز در خشوع و خضوع نماز خلل وارد میکند گذاشتن عکس پیش روی است یا گذاشتن پرده ای که در او عکس هاست یا صورت هاست یا الوان است، الوان مختلف. و این مطلب را هم امام بخاری رحمت الله علیه از انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند کان قرام لعائشه سترت بها جانب بیتها، حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ستره داشتند، پرده داشتند. قرام پرده نازکی را گفته می شود که در او رنگ آمیزیده شده باشد، انواع رنگ ها در او آمیخته شده باشد. ایشان پرده داشتند که انواع رنگ ها در او پرده آمیخته شده بود و این پرده را در یک طرفی از خانه خود آویزان کرده بودند. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز خواندند متوجه رنگ های پرده شدند و ایشان را از حالت خشوع وقتی که متوجه رنگ های این پرده شدند بعد از نماز فرمودند که امیتی عنا قرامکی هذا،
فإنه لا تزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی. ای عایشه پرده خود را از دیوال او طرف کو، چون وقتی که من در نماز ایستاد بودم رنگها و صور و عکسهایی که در پرده رنگ آمیخته شده بود این در نماز برای ما پیش شد و یک نوع خللی در خشوع ما وارد کرد و لذا ایشان را حضرت عایشه صدیقه را دور کردن این پرده از دیوال امر کردند تا که انسان در نماز وقتی که ایستاد می شود متوجه رنگها یا عکسها یا صوری که در او پرده است متوجه از او نشود. و همچنین وقتی که در کالای انسان به شکلی بوده باشد که الوانی در او بوده باشد یا جایی که انسان در او نماز میخواند جای نماز انسان به شکلی بوده باشد که در او الوان و رنگها و یا صوری بوده باشد که انسان را تشویش میکند و در خشوع و خضوع انسان خلل وارد میکند، در او صورت هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از نماز خواندن در او قسم کالا یا در نماز خواندن در او قسم جای نماز منع کردند. حدیث مشهوری است که به نام حدیث ابی جهم امام بخاری از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه وسلم صلی فی خمیسه لها اعلام. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یک عبای نماز خواندند، عبایی که در او اعلام بود، در او عکسها و صورتها بود، صورتهای شاید درختها بوده باشد، شاید هر چی که بوده باشد رنگ آمیزی شده بود. او وقتی که نماز خواندند فنظر الی اعلامها نظرة، در نماز به طرف متوجه صوری از او عبا شدند. فلما انصرف قال اذهبوا بخمیسة هذا الى ابی جهم و اتونی بانبجانیة ابی جهم فانها الهتنی آنفا عن صلاتی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که این عبای من را ببرید دوباره به ابی جهم بدهید و از ابی جهم عبای ایشان را که بدون انبجانی عبایی را گفته می شود که در او عکسها و صورتها و یا نباشد یا انواع رنگها رنگ آمیزی شده در او نباشد، او را برای ما بیارین، چون وقتی که ما در این عبا نماز خواندم، عبایی که در او انواع رنگها بود و صور بود، این من را از نمازم باز داشت، از خشوع در نماز من را باز داشت. و در روایت دیگری میاد که امام مالک را روایت میکند در معطا که حضرت ابو جهم بن حذیفه به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبای هدیه دادن و در این عبا رنگ آمیزی شده بود، یعنی انواع از صور بود و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که نماز خواندن متوجه این عکس ها شدن و بعد از نماز امر کردن که این عبا را دوباره به ابو جهم بدهید و همون عبای من را بیارن که ما در او رنگ آمیزی شده نشده و در او صورها عکسها موجود نیست و ما در او نماز بخوانم، چون این عکسها و صورتها مرا از خشوع و خضوعی که مطلوب در نماز باز داشت. پس این احادیث دلالت به این میکند اول اینکه انسان هر آنچه که انسان را در نماز مشغول میسازد، ذهن انسان را مشغول میسازد، از خشوع و خضوع میکاهد، باید انسان او چیز را از خود دور کند، چی کالا باشد، چی جای نماز باشد، چی پرده باشد. و همچنین دلالت به این میکند که عکسها و چیزهای که در ظاهر بر انسان جلب یعنی انظار انسان را میکنه، جلب انسان را به خود جلب میکند، این چیزا در قلب انسان تاثیر میگذاره و باید این چیزا را انسان از خود دور بکند. و همچنین دلالت به این میکند که جای نمازهایی که یا کارهایی که در او عکسهاست و انسان را متوجه عکسها میکند و انسان را از حالت خشوع و خضوع بیرون میکند، در نماز خواندن در این چیزها مکروه است و باید انسان از نماز خواندن در این چیزها اجتناب کند. و در اینجا دوستان عزیز این قسمتی از برنامه ما به خاتمه میرسد و در قسمت آینده هم با این ادامه این مطالب باز احادیث دیگری از احادیث درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با ما باشید. تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.